حالا موضوع درزیری رفتی زردالو هست. عموما در ترکستان حدود 130-140 نمود زردالو هست. زردالو ها گوناگونه. از ترکیب زمین هم مزرعه لذت زردالو تغییرات های زیاد دارد. مثلا من اگر شما گفتم اون چیزی که رسپتی که من داده بودم زردالو دولانی دیگر چیز همین زردالو اگر هر یک شخصیت اگر روز وقتی که خوب میشد خوب میکن بعض آدم ها زردالو خوب میکن قوریو میکنه بسید 4-5 دانگی اگر خورده ایستید ولی شما موتوری ماشین موری نفت رو کم داشتم برای چیز دیگر است مغز زردالو اگر بینید شکل دل دارد یک زنی از وسیع گفته است که من هر روز 2 دانگی همگی 6 دانه مغز چهارمغز رو میخوردم در دوام 1 ماه دیگه من نقش شد انا با وقتی که زردالو میشکنید مغزش میگیره در بالای وی کوچک هست کلکه میگم دوره های جنگ با آدمان گفتگی همچنین گشنگی شد که ما کلکه زردالو آرد کرده میخوردیم یعنی که آدم های دانشمند بودیم که همین کلکه ترکیبش کلسی زیاد دارد و من اینو بسیار برای آدم رو گم میزنم میگم که از همین کنسرت کمیونیتی شهری اسفاره یک کس همون موشو رو بوده پختگی آرد کرده برده در مسکو $60,000 رو پختگی کمپانی کوپی همینه گفته که کوپی که آموخته کرده کسی که همون کوپی نوشد بقوت میشد با میکوبت که همینطوری کوپی یافته استفاده کنند در امریکا هم همینطوری دارو میبرونن حدود $80 رو میفروشن یکی ما همین استفاده بوده نمیتوانیم برای که دانش نداریم سواد درباره زردالو دیگر چیز نداریم از آن جمله همین شلمی زردالو من بسیار طریقای خلطه رسیپتی همکاری دارم برده همه با دادم کاره علمی بودیم یعنی که وقتی که غیر زمان گفتیم میمارکت کاری دیل نزد میشد زخم میگه روده باشد از بالای یره محکم عوض کرده میتن حالا یک خودی زردالو بینید چقدر خصوصیت های کالوریتی داره اگر شما همین استفاده برید من چیزی آخرینش گفتنی هستم که برگ زردالو شما دیگر چای کبود و چای فامیل کم استفاده برید همین کنده خوش کرده میبینید چای با اندازه شما نزون دید کنید همه جای تاجیکستان بطوری همه جای در داروخانه های هندوستانی چای همین میفروشند مثلا در خطه حاضر حدودی 1000 نمودی چای هست خود $2,500 1 کیلو همین بیاها جمع میکنه برای همین یک قدر مردم زیاد اهالی تامین کرده میکنن جای کار استحصالات هست فروخته میکنن